سلام به شما بینندگان کنجکاو و شجاع. به روایت‌های کنجکاو برانگیز خوش اومدین. امروز به سراغ یکی از عمیق‌ترین و ترسناک‌ترین اسرار ایران میریم. رازی که اون رو به مثلث برمودای ایران تبدیل کرده. داستانی از ناپدید شدن‌های مرموز در دل کویر لوط و تالاب شادگان. پس کمربندای خود رو محکم ببندین، چرا که سفری به ناشناخته ها آغاز میشه. در جنوب غربی ایران، جایی که آب و هوا با زمین درگیره، تالاب شادگان قرار داره. این تالاب کهن و اسرارآمیز خونه افسانه هاست. اما درست در سوی دیگر، در شرق کشور، کویر لوط گسترده شده. گرمترین نقطه کره زمین، جایی که زندگی توی اون تقریباً غیر ممکن به نظر میرسه. این دو نقطه به ظاهر هیچ ارتباطی با هم ندارن. اما چی میشه اگه بهتون بگم که این دو توسط یک پل نامری از اسرار به هم متصل شدن؟ یه مثلث شوم که ناپدید شدناش زبان زده. این مثلث رو مثلث برمودای ایران اسمگذاری کردن. چرا؟ چون مثل همسای مشهورش در اقیانوس اطلس، اینجا هم مردم، ماشینا و حتی کاروانای کامل بدون هیچ توضیح منطقی و بدون به جا گذاشتن هیچ اثری ناپدید میشن. داستان از تالاب شادگان شروع میشه. محلی ها از نورای عجیب و غریبی میگن که در شب بر فراز آبا میرقصن. صداهایی که از دل نیزارا به گوش میرسه، اما انسانی در کار نیست. ماهیگیرای قدیمی از چیزی در اعماق آب حرف میزنن که گاهی قایقا رو به پایین میکشه. اونا بهش اهورای تاریکی یا موجودی باستانی میگن که از زمانهای فراموش شده تو لجنهای تالاب به خواب رفته. اما این فقط شروع ماجراست. کسانی که از این منطقه جان به در بردن از مه سفید عجیبی حرف میزنن که ناگهان همه جا رو فرا میگیره. مهی که اصلاً طبیعی نیست. وسایل ناوبری از کار میافتن، قطب نماها دیوانه‌وار میچرخن و حس مکانیابی انسان به کل مختل میشه. وقتی مه کنار میره، فرد خود رو در مکانی کاملاً دیگر پیدا میکنه، اما نه یه مکان معمولی. و اینجاست که همون پیوند ترسناک آشکار میشه. خیلی از کسایی که در شادگان گم شدن ادعا میکنن بعد از اون مه سفید خودشون رو در قلب کویر لوط پیدا کردن. انگار که یک گذرگاه مخفی بین این دو نقطه وجود داشته باشه، یک تله فضایی زمانی. و حالا نوبت به کویر لوط میرسه، مقصد نهایی این سفر اجباری. لوط فقط یک کویر گرم نیست. اینجا زمینیه که گویا بهش طرد شده. کلوت‌های قولاسا مثل شهر ارواح ایستادن. گدازای سیاه آتشفشانی صحنه رو ترسیم کردن و شنای روان گاهی صدای زمزمه میدن. باستانشناسا و محققا گزارش دادن که در دل لوط امواج رادیویی عجیبی دریافت میکنن که منبعی نداره. صدایی ضبط شده که شبیه نجوا هستن. برخی میگن این صداها متعلق به کسانیه که روزی در اینجا گم شدن و روحشون برای همیشه در این بیابان اسیر مونده. تصور کنید شما راننده کامیونی هستید که از کنار تالاب شادگان عبور میکنید. ناگهان مه سفید همه جا را میپوشونه. وقتی چشمتون رو باز میکنید نه خبری از جاده است نه آب. فقط شنای بیپایان و گرمای سوزان کویر لوط. تلفن همراه آنتن نمیده. آب شما به سرعت تموم میشه و تنها همسفرهای شما سکوت مرگبار کویر و اون نجوای مرموز هستن. به نظرتون این یه پدیده زمین‌شناسی ناشناخته است؟ یه میدان مغناطیسی عجیب که مغزو فریب میده؟ یا چیزی فراتر از درک ما؟ چیزی کهن؟ چیزی که متعلق به این دنیا نیست و این دو نقطه رو به عنوان دروازه خود انتخاب کرده؟
حقیقت هرچی هم که باشه مثلث برمودای ایران واقعیه. ناپدید شدنها ادامه داره و اسرار اون همچنان در سکوت کویر لوت و آبای تاریک شادگان دفن شده. از هر کجای این دنیای اسرارآمیز که هستین، از شما که امروز تا انتهای این روایت مرموز با من همراه بودید، از صمیم قلب ممنونم. اگر از این ویدیو لذت بردید و کنجکاویتون تحریک شد، فراموش نکنید که روایت‌های کنجکاو برانگیز رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو روشن کنید تا هیچ ویدیو مرموزی رو از دست ندین. نظرات، تئوریا و تجربیات خودتون راجع به این مثلث مرموز رو حتما تو بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. چه رازی رو میتونیم با هم دیگه کشف کنیم. تا ویدیوی بعدی و روایتی دیگر کنجکاو و مرموز بمونید. به امید دیدار.